سوال من همان بود که جوانان و نوجوانانی که نیتی اویله برپا کردن را دارند، پیش از اویله برپا کردن چگونه خصلت‌ها را در خود تغییر دهند، چی چیزها را آموزند تا که در خانواده فرزندانی نیکی هم حافظ قرآن شوند، هم در دینی، هم در علم دینی و دنیوی خوب شوند. همون چگونه جوان مردا خود را برای اویله دار شدن آماده نمایند؟ یک چند توصیه میدادین؟ تشکر زیاد. خب به هر حال نیتی نیک کنن. الله تعالی میگه که این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. الله تعالی اگر در قلب شما نیکی را بیند نیکی میدهد. نیتهای نیک کند که وقتی اویله برپا کردیم چنین عملهای صالح را اجرا میکنیم گفتن. و این چنین از خوردن حرام و شبهناک دوری جوید. چون که خوردن مال حرام به فرزند اثر میکند. وقتی که از مال حرام غذا میگیرید و از اون غذایی که شما میگیرید فرزند به دنیا میبیاید. هم شما هم فرزند هم همسرتان باید غذای پاک خورد، از شبهه از حرام دور باشد تا اینکه اون فرزندی که از کمری هر دوی شما به دنیا میبیاید فرزند صالح شود. و این چنین عملهای صالح را بسیار میکند پدر و مادر. و کان ابوهما صالحا. الله تعالی در سوره کهف میگوید که پدر و مادر این دو کودک آدم صالح بودند. بعضی مفسران میگن که 7 قبط بابایش، 7 پشت بابایش آدم خوب بود میگن. و کان ابوهما صالحا، خواه پدری حقانیش باشد خواه هفتم پدرش باشد، 2 پیغمبر به همین یتیم بچه ها خدمت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پدرش آدم خوب بود. شما خواهید که به فرزندتان نیکی کنید خودتان صالح شوید، همسرتان هم صالح شود، البته این به فرزند سرایت میکند. همین گونه خانه را که در آن زندگی میکنید از گناه، از چیزایی که شریعت منع کرده است دور کنید و به همدیگر شرط مانید که همدیگر نصیحت میکنیم، طبق دستور شریعت زندگی میکنیم، نماز تهجد میخونیم و نمازها همدیگر را بیدار میکنیم. همین خیل نیت‌های نیک کرده یک جایه به عمل صالح به همدیگر کمک رسانید. باز انشاءالله بهترین عملی که ایمان بنده را زیاد میکند و همیشه روح بنده به آن محتاج است این شنیدن سخنهای الله و رسول، علم آموختن. بله.